همین تعقلی که تصور میکنه یه فرد عقل کله، او باید هر کاری بکنه، ما رو به اینجا رسونده. اینه که آدمو رنج میده. اون وقت اینجوری هزینه میکنیم، روز به روز آمار میده 40% فقر درست میکنیم. کی مقصره؟ من مقصرم، ولی اونای دیگه هم مقصرن. من تنها که مقصر، با هم مقصریم. بپذیریم همون پارادایمی که آقای دکتر الان فرمودن، نوع مدیریتمون و سیاست گذاریمون ما رو مشکل ما رو حل نکرده. بالاخره ما تصمیم گرفتیم بدتر کردیم به جای اینکه درست کنیم. خب برگرد نگاه کن، داری بدتر میکنی، نکن. خب باز همون راه رو داریم ادامه میدیم. چه منطقیه؟ راهمون رو درست نکنیم، اینور اومدیم تو شاخ و برگ میخوایم کاری بکنیم. تو شاخ و برگ هر کاری بکنیم مشکل حل نمیشه. ریشه رو باید اصلاح کنیم. ما رو گنجیم، تو منابعیم، فقط داریم هدر میدیم. اگر سهم این بنزین و گاز و گازوئیل رو به نفر بدی، حداقل نفری 10-15 میلیون تومان پول میشه در ماه، نه در سال. تا میایم تصمیم بگیری، این کانونهای قدرت، همون چیزهایی که تو سوره مدثر میگه، تو اون سوره های دیگه میگه، یه عده آدمایی که کانون و قدرت هم به مال و به منال چسبیدن، جلو تو میگیرن، میگن نمیفهمن، میگن اینا چارچوب بلد نیستن، که بعد جمع به هم میریزن که تو نتونی کار بکنی. این یه واقعیتی است که باش مواجهیم. کسی که الان داره از این روند سیاستی ما میلیاردها تومان در هر روز ما داره پول به جیبش میره، خب نمیذاره ما کارمون رو به درست انجام بدی. بالاخره سنگ میندازه. مستقیم هم که خودشو نشون نمیده، با رسانه خودشو نشون میده، با سیاسیون، با یه عده آدمای ساده خودشو نشون میده.